برنامه اخباری ادامه می‌دهیم. کارخانه واحد دولتی تجربوی علمی و استحصالی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه میتواند در یک سال تا 10 میلیون دانه گل بوته‌های آرایشی استحصال نموده حدود پایتخت را با گل‌های موسمی و دائمی و درختان سایه‌افکن تامین نماید. تفصیلات بیشتر در گزارش محمد مومنزاده و فرهادی واسع. پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه طی سالهای اخیر با توجه و غمخوری‌های راهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان و تشبث و اقدام‌های بنیادکارانه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی به یک شهر پیشرفته و معاصر تبدیل یافته است. بحر سبز و خرمگردانی شفت راه‌های حدود پایتخت در 4 فصل سال ده‌ها نوع و نمودهای گل‌های موسمی شنانیده می‌شوند که حدود پایتخت را خیلی زیبا و دلربا می‌گرداند. موافق نقشه چهاربینی در کوچه‌های باباجان غفور زیاده 7000 گل‌های کانه موسمی ما بسیار ساله شنونده. ما حاضر نقشه داریم در کوچه سامانی گل‌های موسمی بشنونیم برای آبادی زیبا کردن تا جشن 29 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان باید بشنونیم. همچنین کارمندان مؤسسه دولتی فیلارمونیای دولتی بچگانه تاجیکستان امروز به حشر برآمده در نزد مؤسسه 1500 دانه گل‌های موسمی شنونیدند. اقدام گرفتیم که در این روز استراحت یعنی در این روز شنبگی یک شنبگی تشکیل کنیم از گل‌های موسمی هر رنگه مثلا استفاده کرده برای خیابان یعنی کوچه‌ای که شاهراه هست برای گشت گردانیدن سهم خود را گذاریم. کارخانه واحد دولتی تجربوی علمی و استحصالی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه با دستور و سفارش‌های رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی پورا تعمیر گردیده امروز میتواند در یک سال تا 10 میلیون دانه گل و بوته‌های آرایشی استحصال نموده حدود پایتخت را با گل‌های موسمی و دائمی و درختان سایه‌افکن تامین نماید. در کارخانه 150 نفر شهروندان به کار دائمی و معاش خوب تامین بوده با کشت و نگاهبینی گل و بوته‌های آرایشی مشغول میباشند. در کارخانه استحصال گل‌ها تا این نیم ساله زیاده از 5 میلیون دانه گل‌های موسمی پرورش نمودیم. با دستگیری و تشبث رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در کارخانه ما یک گرمخانه زمانوی زمستانه ساخته شد. امکانیت پیدا نمودیم که مرحله بر مرحله در تمام فصل سال پرورش گل‌ها را برآوریم. در کارخانه زیاده از 10 نوع گل‌های موسمی پرورش می‌یابند که یک قسمت تخمی آنها از خارج مملکت وارد کرده شده به اقلیم تاجیکستان مطابق می‌گردانند. باید گفت که این کارخانه علمی و تجربوی میباشد. امسال مسئولین گل اکیله افریقایی را در کارخانه پرورش نموده به باد و هوای تاجیکستان مطابق نمودند و نقشه دارند سالهای مینبعده از تخمی آن گرفته از آن بیشتر شنانند. محمد مومنزاده، فرهادی واسع، فیروزی موسی، اخبار.